آقای شکوری، یکی از دستاوردهای انقلاب دموکراسی در ایران و نظام مردم سالار هست. دلیلش هم این هست که در 38 سال گذشته هر سال به طور متوسط یک انتخابات صورت گرفته. برخلاف نظام شاهنشاهی که یک نظام مستبد و دیکتاتور بود، ما از یک نظام مردم سالار و دموکراتیک برخوردار هستیم. نگاه شما در این زمینه چه هست؟ ببینید، همون گونه که حضرت عالی فرمایش کردید، این ادعایی است که حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیت ولایت فقیه دارد و هر ادعایی میتواند صادق یا کاذب باشد. برای اینکه ما ببینیم آیا واقعا این ادعا صادق است یا کاذب، کفایت میکند که ما به محتوای این انتخابات ها نگاه کنیم، به خاطر به جهت اینکه صندوق آرا خودش صورت قضیه است، ظاهر قضیه است. اگر ما بخوایم به محتوا بنگریم، میبینیم که اولا خود قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی دارد به نام ولایت فقیه. شما میدانید که مبحث ولایت، وقتی مصطلح ولایت، عنوان ولایت مطرح می شود در مباحث فقهی و حقوقی، ولی به شخصی گفته می شود که تسلط دارد بر روی مولا علیه. یعنی به عبارتی بنده حضرت عالی، معذرت میخوام آقای هاشمیان و بقیه ملت ایران، ما صغیر هستیم، ما مهجور هستیم، ما احتیاج به ولی داریم. معنیش این است. و آقایان در تعاریفی هم که گفتند، حامیان این دیدگاه ولایت فقیه علنا گفتن که مردم به مانند گوسفند هستن و چوپان میخوان، ولی فقیه همون چوپان یا قیم این هاست، ولی این هاست. وقتی شما یک همچین اصلی دارید در خود قانون اساسی، بنابراین صحبت از دموکراسی بیهوده است. شما باز هم در قانون اساسی این را دارید که میگوید رئیس جمهور میباید شیعه باشد، اونم شیعه اثناعشری باشد، بعد معتقد به ولایت فقیه باشد، به نظام باشد تا بتواند رئیس جمهور بشود. یعنی بسیاری از شهروندانی که این شاخصه ها را ندارند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند. اینها در داخل خود قانون اساسی. مضافاً شما نظارت استصوابی را میبینید در قانون اساسی، یعنی یک فیلترینگ بسیار بسیار عجیب و غریبی را که من فکر کنم در کمتر جای دنیا یک همچین فیلترینگی وجود دارد. و تنها انتخابات آزاد بخواهیم به جهت محتوایی بگوییم، در پس از انقلاب ایران همون انتخابات اول ریاست جمهوری بوده که آقای بنی صدر رئیس جمهور شدن و بعد هم که خب کودتا شد، متاسفانه ایشون را با اون و قضایایی که میدانید در 30 خرداد 60 برکنار کردن. وضعیت روزنامه های کشور هم که مشخص است، آمار زندانی ها، آمار اعدامی ها و بسیاری از مسائل دیگر، حتی پاکسازی هایی که کردن، به قول مرحوم بازرگان پاکرانی ها، تمام اینها رو بخوایم نگاه کنیم، از درون اینها دموکراسی بیرون نمی آید و حتی مدعای اینها رو سازمان های مستقل حقوق بشری هم نمیپذیرند، تا کنون نپذیرفتند. این همه بیانیه صادر کردن علیه جمهوری اسلامی. رژیم دیکتاتور نمیتواند تروریست باشد، اون هم حداقل بگوییم در این حد و اندازه که جمهوری اسلامی رهبرانش، سرانش چندین محکومیت بین المللی تروریستی دارند، مانند قضایای میکونوس. این فقط یک موردش هست. بنابراین ما نمیتوانیم به جهات محتوایی بپذیریم که جمهوری اسلامی دموکراتیک است. این فقط یک ادعایی هست که رژیم برای خوراک خارجی خودش این را طرح میکند.